میدونی چرا برج پیزا کجه؟ چجوری اصلا کج مونده؟ برای فهمیدن علت این قضیه این ویدیو رو از دست ندین. سلام، به یه ویدیو دیگه از کانال من خوش اومدین. امروز میخوایم با هم دیگه ببینیم که برج پیزا کجاست و چرا کجه. برج پیزا یکی از معروفترین و نمادین‌ترین بناهای تاریخی دنیاست که به خاطر کج بودن غیر منتظره و جذابیت عجیبش توی کل دنیا معروفه. این برج توی منطقه توسکانی ایتالیا قرار داره و جزء مجموعه میدان معجزه ها قرار داره که توی این مجموعه هم برج پیزا قرار داره، هم کلیسای جامع پیزا قرار داره، هم تعمیدگاه و قبرستون پیزا قرار داره. برج کج پیزا در واقع یه ناقوس مستقل برای کلیسای جامع پیزا هستش که از سال 1173 میلادی ساخت شروع شد و 200 سال طول کشید که به شکل امروزیش در بیاد. حالا بریم سراغ این که چرا برج پیزا کجه. علت کج شدن برج پیزا به زمین ناپایدار زیرش برمیگرده. توی قرن 12 وقتی که داشتن برج پیزا رو میساختن، معمارای اولیه متوجه شدن که زمین زیر این برج خیلی نرمه، بافت نرمی داره، متشکل از ماسه و رسه و یه نشست ناهمگونی ایجاد شد زیرش که برج رو کج کرد. به خاطر این مشکل بزرگی که وجود داشت، ساخت برج پیزا چندین بار توی دهه‌های مختلف تاریخی متوقف شد. بعد هر کدوم از دوره‌ها می‌اومدن یه حرکتی روش می‌زدن که بخوان پایدارش بکنن و در نتیجه بعد از گذشت 2 قرن، یعنی قرن 14، برج پیزا به یه حالت پایداری رسید که در واقع امروزه به این کجیش حتی معروف شده. ویژگی‌های معماری برج پیزا خیلی جذابه. در واقع از 8 طبقه تشکیل شده، ارتفاعش 56 متر و به سبک معماری رومی ساخته شده. طبقه همکفش ستون‌های خیلی بلند و بزرگی داره و 7 طبقه بالاترش طبقات خیلی جذاب و ظریف، ستون‌ها و طاق‌های خیلی ظریفی کار شده. بر فراز برج، یعنی اون طبقه 8مش، ناقوسخانه کلیسا قرار داره که زنگ مخصوص کلیسای پیزا توی این قسمت قرار گرفته شده. یکی از ویژگی‌های معماری بی‌نظیر برج پیزا اینه که با وجود اینکه کجه اما هنوز پایداره و سقوط نکرده. تلاش‌های خیلی زیادی برای حفظ و جلوگیری از سقوط برج پیزا انجام شده. به خاطر اینکه توی این قرن‌های گذشته حس می‌کردن که هی داره کج و کج‌تر میشه و به سقوط داره نزدیک میشه. برای همین توی اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21 اومدن یه قسمت از خاک‌های زیر برج رو برداشتن و به جاش کابل‌های فولادی قرار دادن که حدود 45 درجه از این خمیدگیشو کم کردن و تونستن این کارو بکنن که مطمئن بشن که تا چندین سال آینده این اتفاق نمیافته و این درجه خمیدگیش ثابت شده، چون هر لحظه این درجه خمیدگی زیادتر میشد، اما با این کار تونستن درجه خمیدگیش رو ثابت نگه دارن. یه چیز جالب این که گالیله تو اون زمان اومده بوده توی برج پیزا و آزمایش‌هاش اونجا انجام داده بوده برای اینکه در رابطه با قوانین سقوط اجسام مطالعه‌ای داشته باشه، همه رو اونجا انجام داده. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال من رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو در رابطه باهاش برای من بنویسید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.